الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران وخواهران عزيز، حفظكم الله ورعاكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 15 از شناخت و آموزش خوارج و کشف شبهات آنها است. در این حلقه ما کمی در بالای عقیده خوارج و بعد از این موضوع دوممون چگونه معامله کردن با خوارج را از منهج صحابه رضی الله عنهم به شما تعلیم میدیم که یعنی ما با خوارج ها چگونه معامله بکنیم. اولا در حلقه گذشته ما به شما عقیده خوارج قدیم را بیان کردیم، یعنی عقیده های خوارج قدیم. هر یک فرقه را اول به ترتیب فرقه اول، فرقه دوم، فرقه سوم از خوارج ها را عقیده هاش را بیان کردیم. فرقه محکمه به اولین خوارج ها که اینها حروری و محکمه ها بودند، به کدام عقیده های جدید آمدند در بین مسلمین؟ غلو در حکم، تکفیر در گناه کبیره، خطا فهمیدن و تکفیر صحابگان و بعد از این ازارقه ها به کشتن و حلال کردن خون مال مسلمان های عادی. بعد از این نجیدات، حکم ظاهر را نابود کردن و به باطن حکم کردن. بعد از این اباضی ها که جهمی شدن در باب اسما و صفات و غلو در تکفیر. و بعد از این خوارج هایی که اجاریده، بویسیه و غیره که در خراسان بودند که انکار کردنی یا بگفتیم کافر خواندنی همه آن مسلمان هایی که اگر حاکم کافر شود میگفتند اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، انکار اجماع و قیاس و انکار سوره یوسف و برای حیض عقیده اول بود. کسانی که حیض زنای حیض دیده را نمازش را گشته قضا خواندن و غیره. این عقیده های خوارج بود. یا التسلسل فی التکفیر، همه این را بیان کردیم و باری دیگر به شما میگیم که در هر یک این مسئله ما به شما صحبت خواهیم کرد در وقت کشف شبهات خوارج ها یا اعتقاد خوارج های جدود زمانه. اینا عقیده های خوارج است. اما حالا یک کمی که من یک 5-10 دقیقه که صحبتمون باز در بالای اعتقاد خوارج می رود، این یک موضوع دیگر است، موضوع جدید است. موضوع همین است که به کدام عقیده های خوارج را علما سلف صالح تکفیر کردن. یعنی خوارج های قدیم را، خوارج های اوله، خوارج های قدیم به کدام نمود عقیده تکفیر شدند و کدام خوارج ها. یکم عقیده که خوارج ها تکفیر شدند، سلف صالح خوارج ها را تکفیر کردند. یک عده از خوارج ها را، خوارج هایی که عقیده داشتند که براءت میکردند از دو خلیفه، براءت میکردند از دو خلیفه، از عثمان و از علی رضی الله عنهما. خوارج ها همون خوارج هایی که براءت خود را از عثمان و از علی رضی الله عنهما اعلان کردند، سلف صالح اینها را تکفیر کردند. همان سخنهای امام مالک و غیر از سلف که درباره بغض صحابه آمده، درباره تکفیر، یعنی بغض صحابه، یعنی کسی که صحابه را بد ببیند کافر است، کسی که صحابه را تکفیر کند کافر است. هم این سخن به بالای رافضه تطبیق می شود و هم به بالای خوارج هایی که عثمان و علی را تکفیر کردند و براءت کردند. حالا من میخوام یک نکته را به شما بگویم، یک فایده. چرا امروز رافضه های امروزه
ایرانی ها و عرب ها و به خصوص رافضه هایی که حکومت دارد، ایرانی ها، رافضه که در ایران است، این خوبسا میخواهند که عقیده خوارج در بین اهل سنت منتشر شود. چرا؟ برای آن که عقیده خوارج در یک چند مسئله با عقیده رافضه ها یک جا است، یک خیل است یا نزدیک است. یکم، در مسئله عقل گرایی هم رافضه عقل گرا هست، هم خوارج عقل گرا هست و هم مثلا جهمی ها عقل گرا است. برای همین رافضه میخواهد که خوارج هم در بین اهل سنت منتشر شود یا اشعری ماتریدی منتشر شود، زیرا که اصول رافضه، خوارج، اشعری یک اصول است. فراموش نکنید اصول، منهج در فهمیدن قرآن و سنت، منهج رافضه، منهج خوارج، منهج اشاعره و ماتریدی یک منهج است، عقل است. همه این فرقه های باطل قرآن و سنت را به عقل خود میفهمند، چخیلی که رافضه ها قرآن و سنت را به فهم خود فهمیدند و افسانه میبافند، میسازند، دروغ میگویند و هر کسی که به فهم رافضه نفهمید تکفیر میکنند. عیناً اشاعره و ماتریدی و عیناً خوارج هم قرآن و سنت را به فهم خود میفهمند. هر کسی که به فهم این کودکان خوارج موافق نشد یا راضی نشد تکفیر میکنند. تا سلف تا صحابه تکفیر میکنند والعیاذ بالله. این من باب فایده بود، خوب دقت بدید. و دوما چیزی که اینها موافقند یا خیلی نزدیکند، خوارج ها بخصوص خوارج ها و رافضه ها خیلی نزدیکند. نقطه دوم چی است؟ تشابه و مانندی در بغض و بدبینی صحابه. شما فکر نکنید که یگانه فرقه که بعضی از صحابه یا اکثر صحابه را تکفیر میکرد یا صحابه ها را بد میبیند و تکفیر میکرد این رافضه است. نه، این چنین خوارج های قدیم این عقیده را داشت و خوارج های جدید هم اگرچه آشکار عثمان را، علی را یا معاویه رضی الله عنهم را طعنه نمیزند، اما اگر فرد به فرد، تنها به تنها به خوارج ها خوب بحث و مناظره بکنید، عاقبت اینها مجبور هستند که بعضی از صحابه را در اساس منهج باطل خوارجشون تکفیر کنند. برای همین رافضه ها خوارج ها را منتشر میکنند، زیرا که خوارج منتشر شود هم تکفیر صحابه منتشر می شود. عاقبت مذهب خوارج بد دیدن صحابه ها، اعتماد نکردن به صحابه ها، بعد اگر نبینی هم لا اقل صحابه ها را عیبدار کردن و به احترامی کردن و تحقیر کردن و سخنهای اونها را اعتماد نکردن، کمترین درجه خوارج نبین است. اما دیدید که خوارج های قدیم صحابه ها را آشکار تکفیر کرده و براءت را از عثمان و علی اعلام میکردن، از دو خلیفتن و غیر از دو خلیفتن دیگر صحابه هایی که مرتبه شون از دو این صحابه پایان تر بود، به مانند صحابه جلیل معاویه رضی الله عنه، از معاویه هم براءت میکردن خوارج. انکون همین یک عقیده کفری خوارج بود و سلف صالح به همین عقیده که خوارج داشتند خوارج را تکفیر کردند. خیلی که ما به شما سخن امام الملطی و سخن دیگر از علما را که در کتاب‌هایشان آمده در حلقه گذشته هم بیان کردیم و بخصوص امام ملتی اینها را میگه که به همین یکی از کفر شدند. دومین کفری که خوارج ها کردند و به سبب همین سلف صالح تکفیر کردند، خوارج های غلو به مانند خوارج های اجاریده، بویسیه که در منطقه فارس بودند، این غلو کرده ها حد رجم را از بالای زیناکار گرفتند. این چنین خوارج های عبازی غلاتی افریقایی بعضی از فرقه هاش زیناکار را رجم کرده نمیشود. آیت رجم گفتن در قرآن نیست، این کار کردن. یک و دوما حد قذف کرده، کسی که یک کس را به زنا طعنه میزند 80 دره، این را هم این کار کرده. این چی است؟ کفر ورزیدن به آیت قرآن و این تکذیب قرآن است. برای همین سلف صالح به همین عقیده خوارج های غلات را به مانند اجاریده را تکفیر کردند، بویسی و غیره. انکار بعضی از سوره های قرآن به مانند اینکه
یکی از فرقه های غلات اجارده و بویسیه سوره یوسف را گفتن که سوره یوسف درباره عشق گپ میزند، قرآن جای عشق نیست، این از قرآن نیست، انکار کرده. از همه یکی از بدترین سختترین سخن خوارج ها نمین است. سوره یوسف انکار کردن. این خوارج هایی که در منطقه فارس بود، در خراسان و منطقه فارس، به مانند غلات اجاریده و بویسی و غیره. این سخن اجاریده، فرقه اجاریده است که گفتن که ناممکن است که قصه عشق در قرآن باشد. این ناممکن است. چهارمین قولی که به سبب همین خوارج ها را سلف تکفیر کردند این بود که خوارج ها گفتند که فرض است که زنی که حیض میبیند گشته نمازش را قضا خواند. فهمیدید؟ حالا که شما میدونید منهج اهل سنت را، منهجی که رسول الله گذاشتن، قرآن و سنت را، که زنی که حیض میبیند نمازش را قضا نمیخواند ولی روزش را قضا میدارد. این سخن از سخنهای حروریه بود. دلیلش مادرمان عایشه رضی الله عنها سخنش. وقتی که یک زن به مادرمان عایشه رضی الله عنها سوال کرد که وقتی که ما حیض میبینیم چرا روزمون رو قضا میداریم لیکن نمازمون رو قضا نمیخونیم؟ مادرمان عایشه رضی الله عنها در جواب گفتن که احروریتون انتی، آیا تو حروری هستی؟ زیرا که این سخن رو حروری ها میگفتن. یعنی بعد از یک وقت معین اولین خوارج ها نیو کمی عادتا بعد از یک کمی حروری ها انا همین عقیده غلو رو به وجود آوردن که با این سخنشون همه این سخن هایی که گفتند هم مخالفت به نص قرآن و سنت و این چنین به مخالفت به اجماع سلف این امت کردند. پنجمین تکفیری که خوارج ها تکفیر شدند این بود که دختر مسلمه را دادن به کافر جایز است یا مجوسی را نکاح کردن و گرفتن. البته مجوسی را نکاح کردن و گرفتن بعضی از اقوال این مسئله اختلافی و غیره و غیره، لیکن قول راجح معلوم است که حرام است، لیکن خوارج ها مطلق جایز گفتند. و بعد از این بارک الله فیکم خوارج هایی که النجدت بودند ظاهر انسان ها را قبول نکردند. یعنی انسانی که لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ان محمد رسول الله میگوید، نماز میخواند، روزه میدارد، مسلمان عادی در بین مردم تجارت میکند، کار بار زندگی کرده میگرده، بعضش در ریشش هست بعضش به نیست، یعنی مسلمان فاسق لیکن مسلمان است. خوارج ها انا همین چنین مسلمان هایی که ظاهرا حکمشون مسلمان ظاهری، مسلمان حکمی، مسلمان اسمی هستند و باید به اینها حکم مسلمان جاری است و باید به اینها معامله مسلمانی کرده شود. خوارج ها اینها را تکفیر کردند، گفتند که اینها در باطن کفر دارد، باطن اینها دیگر است، ظاهر را قبول نکردند، تکفیر کردند. و این هم یکی از مناطی خوارج ها که سلف تکفیر کرد. خیلی که ما در وقت شناختن نجدات گفتیم که علما یکی از نجدات هم یک چند فرقه بود، یعنی به فرقه ها جدا شده در زیر نجدات. همون فرقه هایی که حکم ظاهر انسان را انکار کردند سلف تکفیر کرد، مسلمان ها را کافر شماریدند، خون مال مسلمان ها را بدون کفر اکبر، بدون شرک اکبر مسلمان ها را تکفیر کرد، خون مالش حلال کرد و سلف هم تکفیر کرد. انا این 5 یا 6 اعتقاد کفری خوارج ها که به همین 5-6 اعتقاد کفری اینها تکفیر شدن. پس بعد از این خوارج هایی که جهمی شدند اینها با دیگر کفریات را دارند، به مانند عبادیه، خوارج های عبادی که ما گفتیم امروز در عمان است، در باب ایمان خوارج است اما در باب توحید اسماء و صفات جهمی است، در بالا بودن الله انکار میکند. عبادی ها صفات های فعلی الله سبحانه و تعالی فعلی خبری را انکار میکند، دیدن جمال الله را، رؤیت الله را انکار میکند. قرآن را عبادی ها مخلوق میگوید. مذهبشان کاملا مذهب عبادی ها معتزله شده است و باز به بالای همین انسان فاسق را
کافر میشمارد. یعنی کسی که گناه کبیره کرد مسلمان فاسق را کافر میداند. فهمیدید؟ این هم اعتقادهای کفری است. لیکن این را همه خوارج ها ندارند. این را ایبازی ها دارد. ایبازی ها عقیدش جهمی است. از یک طرف در باب ایمان خوارج است، گناه به گناه کبیره تکفیر میکند، همه اهل سنت و همه دنیا را تکفیر میکند. از جانب دیگر در باب اسما و صفات گفتیم جهمی است. اکنون این است که اعتقادهای کفری خوارج است و به همین اعتقادهای کفری سلف صالح خوارج ها را که همین اعتقادها را دارند تکفیر کرد. پس نقطه مهم را خوب به دقت گوش بکنید. در زمان قدیم، در اولهای پیدایش خوارج هم، در زمان سلف هم خوارج به دو قسم تقسیم می شود. خوارج هایی که بدعت کردند ولی کفر اکبر نکردند. خوارج هایی که بدعتشان مکفره شد کفر اکبر کرد. خوارج هایی که بدعت کردند کمی غلو کردند و به کفر اکبر نرسیدند، این اولین خوارج های بودند که به حضرت علی خروج کردند. به سبب نفهمیدن شریعت، نفهمیدن قرآن را به فهم خود فهمیدن و فهم صحابه را ترک کردن گمراه شدند. حضرت علی را هم تکفیر کردند. لیکن سلف صالح این خوارج های اول را تکفیر نکردند. اما خوارج های بعدی، بعد از کمی همین خوارج ها، حروری ها که نماز باید قضا خوانده شود گفتند و غیر و غیر، بعض از دیگر کارها، قسمی از اینها را تکفیر کردند. ازارقه های غلات یک قسمش تکفیر کردند. نجدات که حکم به ظاهر نکرد تکفیر کردند. العبادیه های که به عقیده جهمی رفتن تکفیر کردند. اجاریده بویسی ها را تکفیر کردند. همین در زمان سلف. پس خوارج هایی که بدعتشون به درجه بدعتی مکفره نرسیده بود اولین خوارج ها بودند. اما خوارج های بعدی آهسته آهسته غلو کرده به کفر اکبر رسیدند. این بود اعتقاد کفری خوارج ها که به سبب این تکفیر کردند. اکنون برادران و خواهران عزیز، موضوع دوم امروزه ما، موضوع اول رو فهمیدید، عقیده های خوارج که بدعت است و کفری نیست و عقیده های خوارج که بدعت است و کفری است. کدام خوارج ها تکفیر شدند و کدام خوارج ها تکفیر نشدند. زیرا که تا به حال بسیاری ها این مسئله را جمع کرده نمیتوان. بعدش میگه که قسم از سلف خوارج را تکفیر کردند، قسم میگه که نکردند. در این مسئله اختلاف است. میگه هیچ اختلاف نیست در تکفیر خوارج. اون قسمی که باید تکفیر شود هیچ اختلاف نیست و اون قسمی که باید تکفیر نشود هیچ اختلاف نیست. اون خوارجی که در زمان علی بودن رضی الله عنه تکفیر نشدند به اختلاف. یگان نفر اینها را تکفیر نکرد. بعد از غلو باقی مانده خوارجی که غلو کردند و این کفریات رو کردند به اجماع تکفیر شدند. همون طائفه ها، فرقه هایی که کفر اکبر و این تناقضات را کردند. بارک الله فیکم. اکنون الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بدهد که خوب بیان بکنیم. مسئله دوم یا موضوع دوم امروزه، سلف صالح رحمهم الله چگونه به خوارج ها معامله کردند. ما البته که به حضرت علی رضی الله عنه نظر میکنیم و معامله رو از زمان حضرت علی رضی الله عنه میآموزیم و بعد از زمان حضرت علی رضی الله عنه میآموزیم. اولین چیزی که در معامله صحابگان با خوارج بود این حوار بود. حوار، گفت و شنید. خوارج ها 4000 یا 6000 روایت، 8000 12000 در روایت وقتی که از حضرت علی جدا شدند، هم حضرت علی و معاویه تکفیر کردند، خروج کردند، صحابگان رضی الله عنهم حوار کردند و حوار هم معلوم و مشهور است. خیلی که ما به شما در یک حلقه گذشته بیان کردیم که حضرت ابن عباس از حضرت علی اجازت پرسیدند، به نزد خوارج ها رفتند، از اونها گفتند که شما چی مشکلی دارید، چی دلیل و حجت دارید. آنها 3 اعتراض خود را بیان کردند و حضرت
ابن عباس جواب گفتند نصف خوارج ها یک چند هزار نفر توبه کردند و بازگشتند. این حوار است. برای همین همیشه ما به خوارج ها باید زینه اول حوار بکنیم. هر کسی در هر وقت از جماعت اهل سنت، از جماعت مسلمین بیرون می شود، مسلمان ها را تکفیر میکند، ما اول به اونها حوار میکنیم، صحبت میکنیم، فهمانده میدهیم، به شبهاتش جواب میگیم. خیلی که امیر المؤمنین علی رضی الله عنه همراه خوارج ها انجام داده، عبدالله ابن عباس فرستاند. پس امیر اگر وجود داشته باشد، خلیفه ها وجود داشته باشد، علماهای خود بهترین مشایخ را به نزد این خوارج شده ها ارسال میکنند، به خوارج ها رفته میفهمانند، بحث و مناظره میکنند. اگر قبول کردند الحمدلله، و اگر قبول نکردند چیکار میکنند؟ باقی مانده اش که به فتنه و فساد شروع کرد قتل میشه. ولی اولین کار گفتیم حوار است. قبول کردند الحمدلله، قبول نکردند، خوارج ها قبول نکردند، یعنی توبه نکردند، در همون حوار بحث و مناظره توبه نکردند، در همون عقیده خوارجشون ایستادند. دومین چیز، دومین زینه، مرتبه دوم، ما خوارج ها رو دعوت میکنیم که باکی ندارد، شما در بین مسلمان ها زندگی کنید، در زیر این حکومت مسلمانی زندگی کنید، ما به شما اجازت میتیم که زندگی کنید به همین عقیده خوارجیتون، فقط به اسلوبیه، به شرطی که شما اذیت و آزار رسانیدن مسلمان ها رو ترک بکنید و عقیده این فاسدتون رو منتشر نمیکنید. یعنی شرط همین است. خوارج هم حق دارد که اگرچه ما رو تکفیر میکنه، اگرچه مسلمان ها رو تکفیر میکنه، لیکن حق دارد، جایز است، حکومت اسلامی اجازت میدهد که در زیر حکومت اسلامی با همین عقیده خوارجی زندگی کند، ولی به دو شرط. به مسلمان ها اذیت و آزار نمیرساند، به خون مسلمان، به مال مسلمان، آبروی مسلمان به نمیگوید، حقارت، دشنام، تحقیر، کافر، هیچ چیزی نمیگوید. آرام جیم میرود، نمازش میخواند، میآید، تجارت میکند، زندگیش میکند. دوم، عقیده خودش را منتشر نمیکند. فساد یعنی به وجود نمیاد، اما به همین عقیده نو یک چند نفر باشن زندگی میکند. خیلی که باز حضرت علی رضی الله عنهم بعد از آمدن حضرت ابن عباس، وقتی که حضرت ابن عباس از بحث و مناظره به نزد علی آمدند، یک چند هزار خوارج ها همراهشان توبه کرده آمد، لیکن نصف خوارج ها، یک چند هزار دیگر به عقیده خوارجی ایستادند، توبه نکرده. حضرت علی رضی الله عنه به اونها گفتند که الا ان لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا. اگر ای کسانی که توبه نکردید، ای خوارج هایی که توبه نکردید ولی در همین سرزمین ما هستید، من به شما گفتم سه شرط دارم، سه شرط، یعنی سه پیشنهاد، سه چیز اجازت به ملال. یعنی ببینید، لم نمنعکم مساجد الله، حضرت علی گفتن که ما به شما خوارج ها مسجد الله را من نمیکنیم. شما خوارج ها حق دارید که به مسجد بیایید، همراه ما نماز کنید، درایید برایید، زندگی آزاد. ولا نمنعکم فیئا ما كانت ایدیکم مع ایدینا، تا در حالتی که شما همراه ما در فتوحات سرزمین ها، در فتوحات همراه ما هستید، همراه ما جهاد میکنید، ما به شما گفتند غنیمه را، فیع را میدهیم، یعنی به شما پول مالتون را میدهیم. سوم، ولا نقاتلکم حتی تقاتلون، تا ما به شما نمی جنگیم تا زمانی که به ما نجنگید. روایت بیهقی و ابن ابی شیبه رحمهم الله. البته که این ببینید حضرت علی رضی الله عنه فهموندن انا این است معامله با خوارج. اول وقتی که یک عده خوارج شد، مناظره و بحث و محاوره، گفته شنید، توبه کرد الحمدلله رب العالمین، توبه نکرد به اونها میگوییم ما شما را از مسجد من نمیکنیم، ما شما را تا زمانی که همراه ما در فتوحات هستید پول مالتون نمیدیم و ما به شما نمی جنگیم، شما را نمی کشیم، به شما نمی جنگیم تا زمانی که
شما شروع نکردید، ما را نکشتید، مسلمان ها را نکشتید، پول مال مسلمان ها را تکفیر کرده دست درازی نکرد. اینمی شرط. مرحله دوم، حکمت از این کار چیست؟ حکمت همین است که خوارج ها در بین مسلمان ها زندگی بکنند، در بین امت باشند و به شرطی که مسلمان ها را اذیت نرسانند و عقیدهشان را منتشر نکنند. اگر آنها در بین مسلمان ها زندگی کنند، مسلمان ها را اذیت و آزار نرسانند، تکفیرشان را آشکار کرده فتنه نکنند و عقیدهشان را منتشر نکنند و از عقیده دستکشان منتشر کردنش فقط داخل گردند، این به مرور زمان آهسته آهسته سبب نابود شوی عقیده خوارج یا سببی به بین امت در آمده نابود شدن عقیده خوارج میشود. ولی به این معامله خوارج ها چنگ نزدند. ببینید امروز دولت های کفری یهودی نصرانی به مسلمان ها انا همین معامله را میکنند. چگونه ای که حضرت علی به خوارج ها معامله کردند، دولت های دارالکفر به مسلمان ها من شما خیلی معامله میکرد. میگوید که تو مسلمان موحدی ما تو را دوست نداره، لیکن اگر تو در سرزمین ما زندگی کنی زندگی کن، به شرطی که مثلا به ما ضرر نرسون. اینو اون میگه. عیناً همین عقیده ای که ببینید عیناً همون منهجی که صحابگان رضی الله عنهم به بالای خوارج کرد. برای چی؟ برای که به مرور زمان خودت هم دیگر نشدی، فرزندهایت نبیرهایت این وضع میشه. این مرحله دوم است. مرحله سوم قتال است، جنگ است، جنگ با خوارج. کدام وقت جنگ می شود با خوارج؟ کدام وقت خوارج ها را حکم قتل داده می شود؟ همون وقتی که آنها دست درازی به حرمات مسلمان ها کنند. وقتی که آنها بیایند مسلمان ها را در اساس تکفیری که میکنند، خوارج ها مسلمان را تکفیر میکنند، در اساس همین عقیدهشون بیایند و مسلمان ها را به قتل کردن شروع کنند، پول مال مسلمان ها را گرفتن شروع کنند و اطاعت نکنند به دیگر مسلمان ها. همون شرطی که حضرت علی مانده بودند به همون شرط اطاعت نکنند. در این وقت واجب است که ضرر اونها، ضرر خوارج ها از بالای امت برطرف کرده شود، اذیت اونها نیست کرده شود. عیناً همین کاری که حضرت علی کرد. وقتی که خوارج ها حضرت علی پیشنهاد کردند که در بین ما زندگی کنید آرام، مسجد برای شما باز است، فیع شما میدهیم به شرطی که شما به مسلمان ها دست درازی نکنید. آنها باشند دست درازی کردند. حضرت عبدالله ابن خباب ابن الارت را، یکی از فرزندان صحابه را به قتل رسانیدند. زنش را چکار کردند؟ که حامله بود کشتند. شکم زنش را چاکیدند، کفاندند یا بگیم بریدند، از درون شکمش کودکش را برآوردند. کودکی در درون شکم مادرش بود را هم قتل کرد. حضرت علی گفتند که همین عمل را از جماعت شما یک نفر کرد، از درون خوارج ها همین عمل را یک نفر یا 4-5 نفر کرد، به من همون یک نفر یا 4-5 نفر، همون کسایی که گناهگار هستند، جنایتکار هستند، به من بدهید. آنها ندادند. خوارج ها گفتند که این عمل را همه ما کرده هستیم، ما جنایتکار را جنایتکار حساب نمیکنیم، ما به تو نمیدهیم، این رو ما همه کردیم و این کاری ما کرده حق است، درست است، جایز است. فرزند صحابه را، تابعین را کشتند، زن را کشتند، کودکی درون مادر بوده را کشتند، را درست گفتند. حضرت علی هم رشکر کشیدند در همون واقعه که نهروان هست. نهروان همه‌شان را به قتل رساندند الا یک جزئی کمی گریز فرار کرد. و حضرت علی به کشتن خوارج ها خیلی خرسند شده بودند. وقتی که شنیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که اینها را کشد انمون حق است و اجر میگیرد. اکنون
برادران و خواهران عزیز، به خوارج‌ها چند نمود معامله کرده می شده است؟ به چند زینه؟ به چند نمود؟ سه نمود یا بگیم مرحله. به سه مرحله. مرحله اول، وقتی که از درون امت مسلمان ها، از درون مسلمان ها یک عده خوارج شد، عقیده خوارجی را ظاهر کرد، یک و یک باره اینها را رفته قتل کردن، این غلو است، این درست نیست. تا زمانی که اونها عقیده کفری نداشته باشند و عقیده کفری داشته باشند هم اونها را میبرید، استتابه وجود دارد. شاید از سبب جهالت بسیاری، بله همه اهل بدعت از سبب جهالت و تعویل اجتهاد گمراه شده است. برای همین ما میبینیم که امروز ایده هر کسی که کسی رو خوارج گوید خطا معامله میکرد. خوارج میگد یک و یک باره به قتل میرساند. یک و یک باره به قتل رسانیدن درست نیست، بلکه اولین زینه مرحله از نظر مذهب سلف صالح، فهم معامله سلف صالح که در زمان علی رضی الله عنه شد و همه امت قبول کردن، این است که به خوارج اول محاوره میکنید، گفت و شنود آزاد میکنید، گفته های او را، اعتراض او را، شبهات او را میشنوید و جواب میگوید. توبه کردگیش اهلا و سهلا، توبه نکردگیش را به خوارجایی که توبه نکردن به اونها پیشنهاد میکنید، میگید که اگر خواهی در درون حکومت ما یا مسلمان ها زندگی کن، به شرطی که به مسلمان ها اذیت و آزار، آبروی مسلمان ها، خون مسلمان ها، پول مال مسلمان ها به دست درازی نکن، عقیدت منتشر نکن، اما به همین عقیده زندگی کن. قبول کرد زندگی کن. اما اگر قبول نکرد و به مسلمان ها دست درازی کرد و مسلمان کشی کرد، بعد از این حکمش قتل است، یعنی بعد از این به این جنگیده میشه. اما جهمی های امروزه به مانند صوفی های غلات، به مانند رافضه ها، به مانند حزبی ها، آذری های خوبسا، اهل سنت و الجماعت را، کسانی که اعتقادشان به مانند سلف صالح است، پیروان سلف صالح هستند، اینها را خوارج میگویند و یک بار قطیش گفت شنید نکرده، وقت نداده، فرصت نداده، به خانه او سبحان الله پنهانی آمده غرار کرده می آیند و به قتلش می رسانند. به بدترین حالت صوفی ها را شما دیدید، خوارج می گویند و به قتل می رسانند. حضرت ابو عبیدالله را در افغانستان صوفی ها چیکار کردند؟ همین حکم خوارج دادند. سلفی را خوارج میگن، حکم خوارج قتل است گفتند. آمدند و به یگان گفت شنید، به یگان این آن بخیر بردند، یک بار ضربه و شرطه و کشتن و سخت‌ترین حالت. رافضه ها، اهل سنت خوارج میگن، ناصبی میگن، همه زن و کودک فرزندش میکشن. و دیگر از اشاعره و ماتریدی ها و آذری ها، این خوبسای آذری هم کسانی که جهل را عذر نیست میگویند و کسانی که عذر المشرک را در اساس منهج سلف به دو قسم تقسیم کرده، یعنی چخیلی که مذهبی سلف است تکفیر میکنند، آذری ها میگه که خوارج است. این طالب علم باشد یا عالم باشد، میگیرند، میپیچونند، میدزدند، به قتل میرسند. به این فرصت هم نمیدهند و به این اجازت هم نمیدهند. مثلا قطیش گفت و شنید کردند، قبول نکرد، اما به او پیشنهاد باید کنند، پیشنهاد کنند که به همین عقیدت خواهی زندگی کن، اما منتشر نکن. این خوارج های امروزه از قبوری های رافضه ها، قبوری های حزبی ها، قبوری های والعیاذ بالله صوفی ها، اشاعره و ماتریدی ها، قبوری های آذری ها، این خوبسا به گفت شنید میکشند یا گفت شنید کرده کشند هم به مانند حضرت علی اجازه نمیتند. مرحله دوم نیست در اینها که با همین عقیدت باش زندگی کن. انکو فهمیدید که اسلام چگونه منهج دارد. اگرچه یک طایفه مبتدی شد، خون مال او را یک باره هیچ کسی حلال نکرده است، هیچ کسی یک باره به زندان نمی اندازد. اینجا قاعده و قوانین وجود دارد. اما خوارج هایی که عقیده های کفری دارند، معامله بر اینها دیگر است. این حالا
معامله به همون خوارج های هست که عقیده های کفری ندارند. ما این سه معامله رو در حق خوارج های گفتیم که عقیده های کفری نداشتند در زمان علی رضی الله عنه. اما خوارج هایی که عقیده کفری دارند، با مانند اینکه سوره قرآن رو انکار میکنند، با مانند اینکه مسلمان ها رو به ظاهر حکومتش انکار میکنند، اینها رو میبرید توبه، اینها رو دعوت میکنید که توبه کنند. توبه نکردند به اینها جنگیده میشود، یا اینها رو در حالت انفرادی باشد به زندان انداخته به استتوبه 3 روز توبه کرده میشد. توبه نکردن، بعد از این در جزای کفر حکم اینها معلوم است و صادر به بالاشون کرده میشه. انا این است معامله به خوارج ها. با همین برادران و خواهران عزیز، ما اعتقاد خوارج را، اولا معنای خوارج را لغتا و اصطلاحا، خوارج قدیم را، همه فرقه هایش را، عقیده های خوارج را، عقیده های کفری و غیر کفری اونها را و تشابهات بین خوارج جدید و عقیده قدیم را کمی هم باشد معلومات دادیم. حالا در آینده نمیگویم. با صفات های خوارج را که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده، و بعد از این معامله به خوارج هایی که مبتدی هستند و به کفر اکبر نرسیدند و معامله به خوارج هایی که به کفر اکبر رسیدند، همه این را به شما بیان کردیم. با همین مسئله خوارج القدیم، قسم اولی درس ما شناخت خوارج القدیم، عقیده اونها، معامله به اونها، معامله به خوارج های مبتدی، معامله به خوارج های کافر به پایان رسید. با 15 حلقه شناخت خوارج قدیم به پایان رسید و در حلقه های آینده ما شروع میکنیم به فصل دوم، به قسم دومی خوارج شناسی و کشف شبهات اونها که اساس انکنون شروع می شود. مسئله های علمی نازکی با شروع می شود، زیرا که ما به شبهات اونها جواب باید بگیم. شبهه های اونها چی است؟ در هر یک موضوع به داخل میشیم. این خوارج المعاصره است، خوارج زمان ما، خوارج عصر ما، خوارج جدید، خوارج نو که امروز در این عصر و زمان ما وجود دارد می باشد. و خوارج های زمان ما هم یک نمود نیستند. کسانی که فکر میکرد که خوارج زمان ما فقط یک نمودند، وقتی که من خوارج زمان میگم، کسانی فکر میکنند فقط 4-5 کودک هایی که امروز هستند جوهلا را خطا میکنند. بله این کودک ها جوهلا خوارجند، ولی فقط همین ها خوارج نیست. خوارج ها خیلی زیاد است، اما افسوس که مردم از سبب بی‌علمی جهالت نمیفهمند. مسلمان ها از سببی که علم ندارند نه جهمی را میشناسند و نه خوارج. علمای محققین عقیده خوارج های زمان ما را بعد از تحقیق اعتقادات اونها به 3 طائفه تقسیم کردند. بارک الله فیکم. خوارج هایی که امروز مثل خوارج های قدیم هستند، یا خوارج هایی که امروز اهل توحید را تکفیر میکنند، به مانند قبوری اند، جهمی اند، لیکن اهل توحید را تکفیر میکنند، زن و مردی مسلمان را، فرزندش را هم میکشند و ضدش خروج میکنند. و سوم خوارج های کودک های جاهلی که امروز میبینیم که در تکفیر غلو کرده و باللوازم یا بالتسلسل یا در مسائل مختلفی تسلسل یا نفهمیده بدون مکفر تکفیر کردن میروند، که همه اینها را ما صحبت میکنیم. لیکن مقصد اساسی ما طائفه سوم است. مقصد اساسی ما طائفه سوم است. بارک الله فیک. لیکن همه این خوارج ها رو ما به شما امروزه بوده خوارج ها رو یک به یک به شما می آموزیم که امروز کدام خوارج است و در بالای هر یک این خوارج ها می ایستیم. ولیکن در بالای خوارج سوم که گفتیم که اینها مسلمان ها را تکفیر کردند، غلو کردند، جاهلان، و در باب تکفیر به غلو و خوارج رفتند
و بدعت هایی که به وجود آوردن که پیش از اینها هیچ کسی به وجود نآورده بود، خوارج های جدود که راه های نو برای تکفیر به وجود آوردند، بدعت های نو در کفر و تکفیر به وجود آوردند. تکفیر بالعموم مثلا، البته که ما گفتیم که اصل دارد، این اصل دارد، اصلش از خوارج های قدیم از نجدات است. تکفیر ظاهری مردم قبول نکردن، تکفیر بلا مکفر، تسلسل فی التکفیر که اصلا وجود نداشت، اینها به وجود آوردن. به همه اینها می درایم، دلیل های اینها رو به شما بیان میکنیم و جوابش رو میگیم باذن الله سبحانه و تعالی. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.